درود و مهر به دنیای رازها خوش اومدید. من لوسیم. توی این فال میخوام آینده رابطت رو پیشگویی کنم که به کجا ختم میشه، چه اتفاقاتی میفته. قبل از هر چیزی نیت کنید برای اینکه این فال براتون تحقق پیدا کنه و با انرژی من همسو بشید. باید کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید و ماه تولدتون رو حتما برامون کامنت کنید، چون این زکات این فاله و باید حتما اعمال رو انجام بدید تا براتون حاجت ربایی داشته باشه. توی این کارت مثل لحظه‌ای که یک نفر وسط رابطه این نشسته و به اطراف نگاه میکنه و حس میکنه پایه‌های امنی برای تکیه‌گاهش وجود نداره من میبینم. ممکنه شما یا طرف مقابل احساس کنید که چیزی تو رابطتون کمه. شاید حمایت عاطفی، شاید امنیت مالی، شاید ارزش گذاری. این کارت میتونه نشونه این باشه که یکی از شما احساس کرده تو رابطه رها شده یا تنها مونده، مثل آدمی که توی بارون ایستاده و سایبونی نیست اما هنوز امید داره. تصور کن یکی از شما عقب نشسته، نه از روی بی‌علاقگی بلکه از خستگی روحی. 4 پیک یعنی یکی از طرفین یا هر دو نفر نیاز به فاصله داره برای فکر کردن، برای ترمیم درونی. این مرحله میتونه خطرناک یا مفید باشه. اگه این سکوت باعث خودشناسی و بازگشت با قلبی باز بشه نجات دهنده است، اما اگه باعث سردی، عدم ارتباط و از هم پاشیدن مسیر مشترک بشه آغاز پایان خواهد بود. تو شاید الان دقیقاً توی این فاز باشی، خسته، دلسرد، ولی هنوز مطمئن نیستی که جدا بشی یا بمونی. یکی از قدرتمندترین کارت ها برای توصیف تو مسیر تصمیم گیری همین کارت ها و خشتیه که توی کارت های بعدی میاد. شما یا طرف مقابل بین 2 مسیر گیر کردید، موندن یا رفتن، شاید حتی بین 2 نفر. این کارت دقیقاً نشون دهنده بالا و پایین رفتن احساساتیه که توی این رابطه وجود داشته و الان توی نوسانات خودش گیر کرده، مثل موجی که قلب رو بالا میبره ولی همزمان عقلی هست که میگه صبر کن، نکن، آسیب میبینی. تو ممکنه با خودت درگیر باشی. آیا این رابطه واقعا عشق حقیقیه؟ آیا طرف مقابلم همونقدر که من میخوامش منو میخواد؟ آیا ارزش ریسک داره یا باید عقب نشینی کنم؟ این کشمکش های ذهنی و احساسی تو دقیقاً چیزاییه که توی مغزت مدام داره تکرار میشه. آینده رابطت این اتفاقات تأثیر بزرگی توی آینده رابطت داره. هر چقدر که افکار منفی داشته باشی بیشتر سمت این دوراهی کشیده میشی، سمت بودن یا رفتن. ارزشش رو داره یا نداره؟ به نظر میاد که زندانی افکار خودتی. 8 پیک کاملا نشون میده که تو یا طرف مقابل حس میکنی که درون این رابطه گیر کردی. شاید نه جسمی بلکه روحی. شاید ترس از تنهایی باعث شده بمونی. شاید فکر کنی اگه جدا بشی پشیمون میشی، ولی این کارت میگه این قفس واقعی نیست. تو خودت با افکارت چیزیه که درون افکارت ساختی، خودت با افکار خودت ساختیش. در باز کن، تصمیم بگیر. در آینده رابطه این کارت هشداره برای شما که اگه تو یا طرف مقابل از این ذهنیت محدود رها نشید رابطه به جایی نمیرسه عزیزم و تبدیل به یک چرخه خستگی و رنج میشه. یک رنجی که هی تکرار میشه. توی کارت بعدی یکی از زیباترین کارت های عشقی همین آس دلیه که میبینید.
نشونه یک عشق عمیق، تازه یا احیا شده است. این کارت میگه بین شما دو نفر یک احساس واقعی وجود داره، عشقی که تموم نشده، حتی اگه فاصله افتاده، حتی اگه سکوت به وجود اومده، قلب اون شخص هنوز میتپه. شاید این رابطه در آینده یک شانس دوباره پیدا کنه، اما نه به شکل قلبی، به شکل جدیدی از عشق، همراه با درک، همراه با بلوغ، احساس پخته تر. اگه شجاعت باشه این رابطه میتونه دوباره متولد بشه، ولی باید گذشته کاملا بخشیده بشه. گذشته رو باید بذاری پشت سر عزیزم. تا زمانی که این گذشته رو با خودت حمل میکنی نمیتونی به اون درجه بلوغ برسی، پختگی توی رابطه برسی. آرزوهایی که ممکنه برآورده بشن همش به خاطر این نوع قلبیه که اومده و داره به شفافیت و آشکارا نشون میده که آرزوهات در شرف برآورده شدنه. 9 دل کارت آرزوهاست، همون لحظه‌ای که توی دلت آرزو میکنی کاش این آدم برگرده، کاش درست بشیم، کاش ته این مسیر و هم برسیم. خبر خوب این کارت اینه که احتمال رسیدن به این خواسته خیلی بالاست، اما به شرط اینکه از موانع ذهنی و عاطفی عبور بشید. این کارت میگه تو در عمق وجودت میخوای این رابطه هنوز حفظ بشه. شاید طرف مقابلت هم همین حس رو داره عزیزم، ولی هنوز شجاعت ابرازش رو نداره. تو در آینده با این صداقت میتونی روبرو بشی و به احساس رضایت واقعی برسی. بیبی پیک، زن عاقل اما سرد، نگاه از دور نه آغوش از نزدیک. اگه تو زن هستی این کارت ممکنه خودت باشی عزیزم. زنی باهوش، تحلیلگر ولی زخمی، زنی که خودشو عقب کشیده چون نمیخواد دوباره آسیب ببینه. اگه تو مرد هستی این کارت طرف مقابلت رو نشون میده، زنی که ممکنه بهت علاقه داشته باشه ولی نمیذاره نزدیکش بشی چون هنوز دردهاش تازن. در آینده اگه این فرد بتونه اعتماد کنه، دیوارهاش رو پایین بیاره، رابطه رشد میکنه. ولی اگه همچنان کنترلگر و محتاط باقی بمونه رابطه به سردی ادامه پیدا میکنه. 6 خشت، عدالت توی عشق، توازن باید برقرار بشه. این کارت از تو میخواد یه سوال از خودت بپرسی، تو بیشتر به این آدم بها دادی یا اون آدم بیشتر به تو بها داده؟ رابطه‌ای که یکی همیشه بها بیشتر میده و یکی همیشه بها بیشتر میگیره محکوم به فرسایشه. شاید تو احساس میکنی همه انرژی، صبر، توجه و عشق رو تو دادی ولی پاسخی متناسب دریافت نکردی. این کارت میگه آینده رابطت به این بستگی داره که تعادل ایجاد بشه. اگه یاد بگیرید چگونه برابر باشید توی عشق، احترام، تصمیم گیری، این رابطه میتونه دوباره اوج بگیره عزیز دلم. اما توی کارت بعدی 7 پیک، پنهونکاری رو داره نشون میده، عدم شفافیت مخرب رو داره نشون میده. هشدار مهمی توی این کارت وجود داره، شاید تو گذشته یا حال چیزی تو رابطه پنهون مونده، نه لزوما خیانت، ولی شاید یک حقیقت، یک احساس، یک تصمیم که بهت گفته نشده. تو یا طرف مقابل هر دو شاید احساس میکنید همه چیز رو نمیدونید. توی آینده اگه این پنهونکاری ادامه پیدا کنه رابطه روی شیشه میمونه، یه تکون کوچیک باعث میشه که رابطه بشکنه. این کارت التماس میکنه به شفافیت، صداقت، اعتراف. شاید سخته ولی برای بقای رابطه شفافیت و صداقت ضروریه. 10 دل، وصال، خانواده، عشق نهایی. درخشان ترین کارت عشق همین 10 دلیه که اومده.
یعنی اگه مسیر سختی رو پشت سر بذارید، اگه شک و سکوت و تردید جاش رو به گفتگو و صداقت بده، این کارت میتونه به آرامش پایدار، با هم بودن و خوشبختی واقعی ختم بشه. حتی ممکنه این رابطه به ازدواج، زندگی مشترک یا تشکیل خانواده ختم بشه. اما یادت نره عزیزم، 10 دل هدیه‌ای برای کسانی که در مسیر وفاداری و رشد عاطفی واقعا کار کردن، واقعا تلاش کردن.